مسلمان ها پروردگار خطاب کرد ایها المؤمنون، به کلمه ایها، ای مسلمان ها شما رجوع بکنین به سوی الله، توبه بکنین به سوی الله، به طاعت الله، به دین الله، به نماز الله، به تقوا رجوع بکنین. بعد نتیجه پاداشت توبه چیست؟ لعلکم تفلحون. الله سبحانه و تعالی میگه بیشک به تحقیق شما رستگار موفق می باشید. از این آیت هم دانسته شد که راه سعادت و فلاح و رستگاری برای انسان همانا توبه به سوی خدا، تضرع گردن نیازی، طاعت و عبادت به پیشگاه رب العالمین. این هست دوستای عزیز و گرامی، وقت خیلی غنیمت است، ما وقت را باید ضایع نکنیم. دیگه این شانس پیدا